نام عبدالجمیل چی معنا دارد؟ البته بنده زیبا، جمیل گفته زیبا را میگن، اجازت هیچی باقی ندارم. و عبدالخلیل گذاشتن جایز است، لیکن خلیل اکو این بگیم که در صفتهای خداوندی نمیدراید. برای این یکی عبدالخلیل، یکی عبدالرسول، یکی عبدالنبی، اینها را نگذاریم بهتر است. آیا در تاریخ اسلام درباره دینازورها چیزی آمده است یا اینها حقیقت دارند یا نه؟ خاکی دنیا برادران عزیز دنیای قدیمه، این دنیای چند هزار ساله های. شاید که بودن همون دینازورهایی که میگیم یا دیگر حیوانهایی را که امروز در کیناها مثال اونها را کامپیوترها میسازند، وقتی میبینیمشون چی در آسمان میپرند چی در زمین حرکت میکنند، شاید که بودن یا شاید نبودن. اگر از اینا یگان خبر من ندیدم، در یگان کتاب ها مقصد نخواندم، ولی دنیا دنیای قدیم که هست خیلی الله دانا هست. این برای ما و شما قدر مهم هم نیست. می شود که کسی گوید بود، میگیم خیلی بود. کسی گوید که نه این دروغ است، میگیم خیلی دروغ است، برای که نه به آیت ثابته نه به حدیث پیامبر. لیکن از بس که دنیای قدیم یا دنیای کلام که هست، شاید در یک گوشش بود یا نبود، خیلی این چیزا راستی قدر مهم هم نیست. خب استاد شیرین سخن، یک برادرمان مسلمان نیست، عرق میخورد، دشنام میکند، مردم را آزار میدهد. من بر خانه این برادرم روم یا نروم؟ اگه چی قدر میتونین در انتخاب دوستان؟ پیامبر نازنین ما را فهمانده است، گفته است لا تصاحب الا مؤمن. هرگاهی که شما رفیقی میکنین با آدمی رفیقی کنین که مقصد در داخل قلبش ترس الله داشته باشه. ببینین، یعنی مؤمن باشه، مسلمان باشه، با او رفیق باشین. زیرا رفیقی با او معنا داره، رفیقی با او پایندگی داره. او رفیقی هست که مقصد حالتی تو را نگاه نمیکند، تو بای، تو کمبغلی، تو منصب داری، بی منصبی، بین در همه حالت وای با تو یک جا هست. چی در حالت تنگی باشد، چی در حالت مثال غیر تنگی باشد، همه حالت با تو هست. برای این حضرت گفتن که شما رفیقهای را انتخاب کنید که وایها مؤمن باشد. رفیقی که برادر عزیز عرق نوشد، مسلمان نباشد، مردم آزار تید، دزد باشد، گوییم که بندیت باشد، خولیگان باشد، آخه چی دوستی داره؟ عزیزای خدا میگن با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. اگر چندی که ای اولاد پاک هم باشید، اگر چه بچه که تازه الحمدلله بچه مسلمانی خدا ترس هم باشی، میگه وقتی رفیقای ناخوب باشد حتما مثل همونا میشه. یک بار نگاه نمیکنی، میگه که یک پاره که ابر بین میه بالای آفتاب دمیسته، یعنی با آفتاب یک زمان همنشین میشود، دنیا تاریک میشود. برای همین از این گونه رفیقا برادر عزیز شما اینا رفیق نیستن. اینها را رفیق هم خواندن هیچ امکان و ممکن نیست. برای همین رفیق آدمایی هستن که اونها مقصد مؤمن باشن. زیرا رفیق برادران عزیز در زندگی بسیار نقش مهم داره. پیامبر میگه الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. مرد در دین رفیقش است. نگاه کن که کی را تو برای خودت دوست انتخاب کردی. یعنی کسی دوستی تو باشد، تو در دین همویی، تو در مذهب همویی، تو در شریعت همویی. برای همین در انتخاب دوست برادر عزیز بسیار بسیار احتیاط کنین، علل خصوص در همین دور عصر ما. از دیگر الله دانا است. گفتیم شیخ سعدی که آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. همینایی را که ما برای خودمان دوست میگیریم و یک گوشک شده یک گپکی را میرسانیم، یک گپکی را مثال ای سیر ای اسرار ما گپ میزنیم، همون زمان میبینیم که سیری ما و تو فاش میشود،
ما را در بین مردم رسوا میکردگی و بی آبرو میکردگی همین فقط بسیارتر همین نزدیکای خودمونه، همون کسایی که در طبق ما و شما نشستن. خدا رحمت کند خیام نیشاپوری را میگفت دوستان سه نوع انگر بدانی که نانی اند، زبانی اند، جانی. و نانی نان بده از در بیرانش، نوازش کن به دوستانی زبانی. ولی که این دوستی جانی را به دست آر، به جانش جان بده گر میتوانی. اون نفری که برای دسترخوان تو دوستی تو شیده بتش همیتی کنونه و گمش که جوابشتی برود. اونش که به زبان قطعی تو دوستی داره، به زبان قطعیش دوستی که جوابشتی. لیکن دوستی جانی، دوستی ایمانی، دوستی که حقیقتا در حاضر و ناظرت ایتو پشتیبانه تو را همیشه دفاع میکنه، انای خیلی آدم در جان تبته. چخیلی که پیامبر نازنین ابوبکر صدیق خیلی دوستی مهربان بود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یا ربی ای 4 تا دوست ها را در گردش جمع کرد که همیشه دفاع از پیغمبر میکردن. نام پیغمبر کج میگرفتی اگر حیاتت ای بین میرفت. انا و دوست بودن. امروز برای همین گفتیم شیخ سعدی یکمش دوست نیست برادران. دوست نگیرین، کسی را برای خود رفیق نگی. نیار در خانه در بری بالا مهمانش نکه که 4 روز پس میبینی یا قطعی زنت یا قطعی دخترات ساز گرفتگی. برای این بسیار یک چیزهای خطر امروز زیاده. از بس که توفیق ای بین رفته، از بس که تقوا ای بین رفته است، از بس که دیگر فکر خانه قبر، فکر پیش الله ایستادن دیگر نیست در مردم. پس از این خیل آدمان تاجیکی ما ای وقتش میگفت بترس از کسی که نمیترسه ای خدا. ایا بترسین یا دیگر بسیار مشکله. بسیار حاضر آدما در صورت دوست میدراین ولی دشمنن. در صورت دوستن لیکن دشمنن. خدا رحمت کند محمد صاحبی ایرانی چی میگه؟ میگه دشمنی دوست نما را نتوان کرد علاج. دشمنی دوست نما را نتوان کرد علاج. شاخه را مرغ چی داند که قفس خواهد شد. میگه او دشمنهایی که در صورت دوست در آمدن، اینها را میگه فهمیدن بسیار کاری مشکله. زیرا که او در همین جگرت خش جا کردگیه. او در پهلوی تو دایی میگه من برای تو جان میتونم، برای تو تمامی خدمت کردی سای، لیکن او هدف داره و مقصد داره. میگه بین شاخه را مرغ چی داند که قفس خواهد شد. همون مرغه که در بالا یک خیمچه بگیم یا نوده از درخت شیشتگی و ولی بین اگر این خیل بینی همون نوده به همین پرنده خدمت کسته، یعنی برای او یک جای راحت داده است، خانه داده است. لیکن میگه همین مرغ چی میدانه که ای همین نوده برای این مرغ ولی قفس ساز میکنن. قفسش محکم کردنش ای حساب همین خیمچه و حساب همین نوده این میگه درک نداره. برای همین این سخنها را برادر عزیز در ذهن ها تان بگیرین. ما هستیم نیستیم، این چیزا برای شما بسیار مهمه. شاعر میگه دوستهای این زمانه مثل گل انارند، از دور خوش نمایند نزدیک بوی ندارند. ولی یک انارزار ای دور ببینی وقتی گل میکنه ای دور میبینیش راحت میکنی، وقتی پیشش میای همون گلاش هم بوی ندارن. یعنی دوستی امروزه همین خیلی ای دور بسیار خوب میتابه، لیکن در نزدیک او بسیار بدبخته. برادر عزیز چیزی که مصلحت دین مانه از این بگیرین فایده جانتونه، لیکن اگر نکردین خیلی زیان زلال که دیدین بعد از خودتان گیله کنین. خب بابا جان معنای کلمه رسالت یا رسالت پناه چی معنی دارد؟ رساله تاقش به معنای مکتوب میاد، به معنای نامه میاد. رساله وقتی رسالت شید که ما اولی در سوره مائده آیت 67 داریم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. انمی رسالته، این رسالت کلمه عربی آیت در قرآن سوره مائده آیت 67 آمده است. یعنی
در اینجا گوییم که انامون رسالت به معنای برادر عزیز به معنای پیام یا به معنای مسئولیت، همون مسئولیتی که به ذمت بود که این مسئولیت رسالت بود، مسئولیت رسانیدن بود، یا رسالت به معنای سفیر میگیرن، الچی میگن، به معنای رسانیدن هم میآید. به همین خاطر اینجا در قرآن رسالت به معنای اگر تو مقصد و این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر مقصد انجام ندهی آن را که ما به تو فرستاده بودیم. اینجا الکه میگه تو از همون وظیفه پیامبری مقصد انجام دادن نتوانستی. خب استاد ما یک گروه در شهر اکاترینبورگ کار میکنیم. رئیس همون مرد روس است. چند ماهی که کار کردیم پولی ما را نداد، فریب کرد. یک ماشین دارد نرخش برابر همین پولی فریب کرده ما است. ما اگر همون ماشین را سوزانیم گناهکار میشویم. من این را خوانده بودم، این را دوباره لکه نویساندن. من همون موضوعی که آیا مسلمان خودش را حق ترکاندن دارد، می ترکانند بسیاری مسلمان ها دیگر مردم ها را مثال نابود میکنند، در همون جمع سوال جواب شد داده بودم برادر. در همونجا اگر شما مراجعت کنین انشاءالله شما از همونجا جواب شما میابین. خب میگه سگ لباس بوی کشد یا بدنش میشکد لباس به نماز میشد. اگر به شرطی که همون بوی کشیدن ده اگر در لبهای سگ اگر همون آبی دهنش باشه یا اینکه وقتی بدنش هم میموله اگر میبینیم که در لباس ما اثری همون عرق که بدنش باشد، البته همون لباس های ما و شما را به نماز میکنن. لیکن اگر وقتی بوی میکشد که هیچی مثال در لباس ما و یگان اثری تری نمیبینیم یا اینکه بدنش هم مالید یگان اثری تر چیدگی را نمیبینیم، اینجا در به نماز نمیشود. خب وقتی مرد فوت میکند میگویند که نکاحش با زنش بریده میشود و زن حق ندارد که در خانه‌ای که همان میت گذاشته شده است درآید. آیا این حقیقت دارد؟ اگر مرد که دنیا گذشت بله الکی گویم دیگر در بین این زن و این مرد حساب طلاق واقع شد، یعنی نکاحشون بریده شد. لیکن این معنای او را ندارد که در همون خانه‌ای که مردک برای خودش علایده خانه که بود یا همون جا بگیم جای خواب و یا گویم همونجا در یک حجره علایده همون مردک بود که در اونجا کتابشو میخواند یا لباسشو میموند، این زن اونجا در آمدن نتواند؟ نه، زن حتما در اونجا میدراید. فقط بینشان نکاح از بین میرود. این زن مقصد همون عده موت میگیم همون 4 ماه و 10 روز نگاه میکند میره و با شوهر میکند، تمام دیگه. لیکن در او خانه زندگی کرد، در کدام خانهش که میخواهد در آمدن میگرد، هیچی باقی نداره. خداوند همتون عمر دراز بتاد، ایمان کامل بتاد و علای مهربان هر جا باشین. خداوند باز هم میلتون محبت و خواهشتون به دین خدا زیاد کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب.